آمدی فصل زیبای سال، بهاری نازنین، زنده شوی طبیعت، گل کردن درختان، آمدن‌های ترنه‌های بهاری طبیعی است که همه را به وجد می آورد. و ویژه فرارسی عید اجدادی نوروز عالم‌افروز، نوروزی که دیر باز ما مردم تاجیک انتظارش بودیم. ما همگان این جشن با شکوه را با شادی و فرح، با دلهای پر از نشاط و شادمانی استقبال می‌گیریم. البته این جشن نیاگان را به 7 سین و 7 چین و طعام‌های ملی تصور کردن غیر امکان است. اهل زحمتکشان ناحیه دوردست بالجوان از آمدن نوروز جهانی بالیده روح گشته دسترخوان ایدانه خیش را با 7 سین و 7 چین و دیگر عنعنه‌های ملی تاجیکانه آرا داده بودند. تاریخ بارها ثابت نموده است که مردم صاحب تمدن تاجیک صاحب فرهنگ، تاریخ باستانی و رسم و آیین‌های مردمی خویش می‌باشند. ابراز داشتند اشتراک دارند. خوشبختانه امروز با شکرگزاری از سیاست خردمندانه پیشوای ملت، حیات مردم تاجیک آرام و آسوده و زندگی شایسته نصیب هموطنان گردیده است. هر یک ساکن ناحیه بالجوان همدیگر را به این روز مبارک و مقدس شاد باش گفته تمنای تا به نوروز دیگر تنصیحت و خوشروزگار بودن را آرزو می نمودند. نوروزگاه ناحیه قبای ایدانه آرا یافته، هر گوشه و کنار آن تجسمگری نوروز عالم‌افروز بود. این همه شکوه و جلال بازگوی آن بود که مردم سربلند اینجا نسبت رسم و آیین، فرهنگ، جشن و تمدن بی‌پروا نبوده احیاگر ارزش‌های سنتی و ارزش‌های ملی میباشند.
Come on.